رسیور آیستار ایکس 3000 سوپر. مشکل خاموشی کامل دستگاه که خازن صافی 22 میکرو 450 ولت باد کرده بود و دستگاه به هیچ عنوان خروجی ولتاژ نداشتش. بعد از تعویض این خازن و تعویض خازن 47 میکرو 50 ولت تو قسمت تغذیه، قسمت اولش خروجی ولتاژ اومد، ولی باز به صورت قطع و وصل کردن، یعنی ولتاژ قطع و وصل میکرد، میومد میرفت و چراغ قرمز جلو چشمک میزد و این قسمت دیجیتالش اصلا هیچ عکس العملی نداشتش، یعنی فقط این چشمک میزد که با تعویض این سه تا خازن مشکل برطرف شد و مقدار این خازنا 1000 میکرو 25 ولته که با تعویض دوتا خازن قسمت ورودی 220 و برای راه اندازی آی سی که خازن 47 میکرو هستش که کوپلر رو تغذیه میکنم، این قسمت راه افتاد، ولی باز ولتاژ نوسان داشتش که با تعویض 3 تا خازن 1000 میکرو 25 ولت ولتاژمون اومد و دستگاه روشن شد. امیدوارم که این آموزشم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. با سابسکرایب و لایک دلگرمی رو به ما هدیه بدین. ممنون از لطف شما.